این حال در دهه سرخر قرار داریم. آخران دهه‌ای که با پسوده می رویم، حوض پسوده ها. این منظره هاش نصیب باشه ماشین هم میمونیم در اینجا و این ماشین چورپای دیگری میریم سر خریده. این پیاده که نمیشه رفته اونجا بلندی تو روی بده یا تو خواهد جا رفت نسیان که کردیم با نصیب پشکشی میگردنیم. دیدین در چیله توبستان در این همه حوض سوده برف سر کرد. نمیدونم چند خبران برادر رو بینه برفه اونجا زده است. او عدی رو نبینه تومان افته وای کو اونجا برفه یا مودم برف زده است. اگر کسی دیده است و شورا دونچه سفیده کرد. در چیله توبستان خیلی خبرندی که برای برف نبینی چکریه بینه زده این روز نزده است. کسی برف ندیدی نه برادر هم قشرک برف زده است که اوزیر میگه خدا با شکر این اوزیدان رسیده. اینا بعد نه اوزیدان رسیده. ها؟ اوه میره رفی ما هم رسیدیم برف سر که تا تای از سنگین اینجا سنگ هست تای سنگ دامه میشینم. یه عجب بود هوا را بیوستنه بی اوی کبوت هم میخیری میم بری نه برف بی اوه بی کبوت هایی بعد رسیدیم به حوض پسوده. قریب 20-25 کیلومتر پیاده خرکی که اومدیم بلوی سنگو قطعی رفتیم عذاب کشیده رفتیم رسیدیم نوار کردیم. این چیزی نشان دادگی همش باید تلفن بود. خدا خواهد به نزدیکی صفت بلند چه و کامرا و احتیاط پیشکش شما میکنیم.